خب به یک نقطه تلاش میکنیم زنگ زنیم و امیدواریم که تلفن ما رو جواب میتین این نفر و با ما 2 دقیقه هم باشد اقلا در صحبت میشود. از تجربه خودشان میگن که این شب روز با این بیماری چگونه مبارزه برده ایستاده است و با شما با دیگر نفری که شاید خدای نکرده شما یا دوستانتون به این و دیگر بیماری گرفتار شدید، چند توصیه و مصلحت برای شما که چگونه می شود این و دیگر بیماری ها رو رفع کرد؟ با چی راه؟ ما هفته قبل با شهناز کامل زاده صحبت داشتیم که در حالت خانه‌بند تبابت یافتن. با فرهاد زکیروف ما صحبت داشتیم در بیمارخانه یکم سلیت صحبت کردن. با گلبهار شکرова صحبت کردیم که در بیمارخانه حصار تبابت یافتن از بیماری التهاب بشوش. الو. سلام علیکم. الو. السلام علیکم. مهربان شریفова. شما خوب هستین؟ شکر خدا. وقت شما رو نگرفتیم، بخشش عذر. نه به حضور صحبت. سلامت باشید. من دلیر مومالی از افیر مستقیم رادیو وطن با شما در صحبت هستم. الو. صدای شما گم شد. مهربان. الو. بله صداتون درست میاد. شما حالی در کدام بیمارخانه تبابت میگیرید؟ من این حال در بیمارخانه استقلال تبابت گرفته شدم. شکر حالم بهتر است. چند روز شد شما بیمار هستید؟ یک هفته شد. یک هفته شد من در اینجا تبابت میگیرم. یک هفته. شما خودتون همشیره طب هستید اگر خطا نکنم؟ من همشیره طب در همین بیمارخانه. این بیماری به شما یعنی تشخیص شما رو کووید 19 برآورد یا التهاب شوش؟ تشخیص من کووید 19 برآمد. خدا را شکر حالا به شدم. نصیب باشد بعد 2 روز دوباره تشخیص میگذارم. شما در وقتی تبابت دیگران این بیماری رو به خود گرفتید؟ بله ما خودمون که همینجا همشیره هستیم، کار میکنیم، دایم در خطر هستیم، دایم نزد بیماران هستیم. هرچند احتیاط هم کردیم نشد. بله مهربان میگفتید که خطایی شما کجا بود که این بیماری به شما گذشت؟ به نظر خودتون همچون متخصص کجا خطا کردید؟ به نظر من در بیمارخانه شاید اونقدر چی نباشد. در بیمارخانه به فکرم نشد چون که ما راه هست میریم میبینیم کار میریم، کرانتین در نیستادیم، رفته آمدن گرفتیم، شاید از راه گرفتم، شاید شاید از راه. در وقتی کشیدن نقاب و دستپوشک و لباس نه به نظر خودتون اینجا یگان خطا نمیکنیم ان شاء الله؟ نه اینجا هست چند نمود زونه هست میگن چیستی زونه گریزی زونه، ما اونجا در رفته لباسمون عوض میکنیم. نمیدونم از کجا گرفتم. ولی حالی میگفتید که روحیه خودتون چه خیلی است؟ با کدام روحیه تبابت گرفته ایستاده اید؟ روحیم بله. اول خطر داشتم. اول میگفتم که بسیار نوارها رو در ویدیو رو در یوتیوب میدیدم که چقدر بیمارا عذاب میکشن. وقتی که خودم در اینجا بیشتر شدم میبینم که یگان خطری ندارد. تنها تبابت میگیریم نفس میشوید. چگونه که از عکس هایت دیدم، برای من چند عکس فرستاده پیش از صحبت، زیر دستگاه نفس کشی بود. یعنی بسیاری وقتی که میگن که زیر دستگاه نفس کشی روی اگر تمام خیلی خطر دارد، ولی شما حالی میبینیم که بعد از دستگاه نفس کشی با من خیلی راحت زیبا صحبت دارید. همین خیل؟ خوب هستم. اون تنها با نفس کشیم یاردم میشه. نفس کشیم کم نمیرسد و با زیر اون دستگاه خوبتر میشم، خوبش میتونم. میگفتید که بعضا در شبکه‌های اجتماعی و دیگر رسانه‌ها میبینیم میگن که نورسایی نقاب و دستگاه نفس کشی این چیزا بحث میشود. شما که در داخل هستید وضعیت در 2 جمله بگید که واقعیت چی است؟ واقعیت من در شعبه دیابت قلب بیشتر هستم. در اینجا هم اکسیژن میرسد، همش میرسد. از دیگر شعبه ها نمیدونم راستی، شعبه ما به همش میرسد. شما وقتای خالیگیتون با چی کار پس سر میکنین شب روزی بیماری؟ که اگر مردمی که مبادا در خانه بستری هستن یا که در بیمارخانه، وقتای خالیگیشون کجا زیادتر گذرانن که برای اونا با فایده باشد؟ البته خانه بهترین جا است، بهترین راه پیشگیری است. خانه برای که آدم کم خانه در مثال میتوانی خودتون رو احتیاط کنی. خانه موندن به فکرم بهتر. نه ولی شما گفتید که وقتای خالیگیتون در بیمارخانه از این دوره به اون دوره تشخیص یا داروگذارانی و نفس، وقتای خالیگیت چه خیلی میگذرانی؟ وقتای خالیگی فقط دارو، زندارو همیشه باشد، کتاب میخونم کم کم. و این بیماری اساساً به عصب انسان تاثیر میرساند. اونقدر خوب
حس نمیکنی. مثال یک دو صفحه کتاب خوانی دیگر نمیخونی. ولی در فیسبوک میبینم که 24 ساعت آنلاین هستی. در فیسبوک جای خسته شوی نداره نه با فکرم. نه با دوستان صحبت میکنه. این هم روحیه کمتر بریده میکنه. یک سوال دیگر داشتم که بسیاری ها برای انتخاب غذا و به خصوص میوه‌جات و سبزیجات مصلحت میخوام پرسیدن که شما چی استعمال میکنید در اون داخل؟ فقط این بیماری یگان نمود پرهیزگاری ندارد. تنها خنکی خوردن در کار نیست. فقط خنکی. همش شیر گرم میشه. یعنی ما با دل پر قرطاب و شکراب و آش باباگیر زدن گیریم با خاله. همه چی ممکن. فقط خنکی نیست. دیگه همه چی ممکن. یگان پرهیزی نیست. این بیماری ده اساساً باید خوردن و قوت بودن، عصبی آرام. تمام. من فکر میکنم که به عصبی شما نرسیدم. معذرت با این سوالهای زیادم. بخشش. و میگفتید که من برای شما چی سرود مونم و برای اون نفرایی که شاید در اتاق شما یک جای خواب هستن، شاید اگر ما رو میشنون یگان سرودی معقول دلتون که شما همون گوش کنید رقص کنید، که اون سرود حزین نگید، اون سرود رقصی جزمی گوید کنید. سرود رقصی جزمی یک سرود از محمد رفیع میمونه. از محمد رفیع برای شما سرود مونم. خب سلامت باشید. برای کار خودتون احتیاط کنید و بعد از توبت حتما ما یک جای آش میخوریم. خب زنده باشید. ما یک صحبت داشتیم با همشیره تیپ که در بیمارخانه استقلال خودشون همشیره تیپ بودن، مهربون شریفا، و بعد از توبت گرفتار بیماری شدن و حالی میگن که همه چی عالی است. واقعا ای عشق روح افزا پیدا و ناپیدا ما هم گرفتاریم در قید این سودا، ما هم گرفتاریم در قید این سودا. ای درد جان سوزم در سینه مفروزم، تنها منم آگر اسوزی هر روزم، تنها منم آگر اسوزی هر روزم.